در 10 ژانویه 2016 دو مرد وارد ورودی یک بانک در تایپه می شوند. آنها ماسک پزشکی و کلاه ماهیگیری به سر دارند. یکی از آنها ورودی را تحت نظر دارد، در حالی که دیگری مقابل یک دستگاه خودپرداز ATM می ایستد. با این حال او هیچ اقدامی انجام نمی دهد. نه با کارت بانکی پول برداشت می کند و نه سعی می کند دستگاه را منفجر کند. او فقط منتظر می ماند و سپس اتفاق عجیبی رخ می‌دهد. دستگاه خودپرداز شروع به بیرون ریختن اسکناس‌ها می‌کند. دستگاه خودپرداز پشت سر هم پول بیرون می‌دهد و تمام کاری که آن مرد باید انجام دهد این است که پول‌ها را جمع کند. اما به محض اینکه یک رهگذر نزدیک می‌شود، آنها فوراً عملیات را متوقف کرده و محل را ترک می‌کنند. رهگذر با صحنه‌ای بسیار غیرعادی مواجه می‌شود. پول‌هایی که روی زمین افتادند. شاید در نگاه اول چنین به نظر نرسد، اما او ناخواسته وارد یکی از بزرگترین سرقت‌های بانکی شده است. در حالی که این دو مرد پول‌ها را جمع می‌کردند، 20 نفر دیگر نیز در شعبه‌های دیگر همین کار را انجام می‌دادند. این فقط یک قطعه از یک عملیات بزرگتر است. حمله پیچیده و برنامه‌ریزی شده در طول 2 سال که سیستم مالی جهانی را به لرزه درآورد. بیش از 100 بانک در بیش از 30 کشور مورد هدف قرار گرفتند و در مجموع حدود 1 میلیارد دلار آمریکا به سرقت رفت. این یکی از بزرگترین سرقت‌های بانکی در تاریخ بود. عملیاتی که توسط گروهی از هکرها به نام گروه کارباناک انجام شد.